و یکی از خطایی هایی که بسیاری از حاجی ها اجرا میکنند و در بعضی کتابچه ها نوشته شده است، در هر یک دور یک دعای الهیده. در دور اول فلان دعا را گو، در دور دوم فلان دعا را گو. حتی بعضی ها یک آدم اجاره میگیرن، او با کتابچهش یک بعضی دعاهایی که وارد نشده است میخواند، بگذار وارد شده باشدم در طواف نشده است. آخر نگفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم که در طواف دور یکم فلان دعا را کنید، در دور دوم فلان را، در دور سوم نآمده است. و عرب همون یا اینکه یگان پیشوای دینیشان همون دعای عربی را میگوید، حاجی ها از قفاش تکرار میکنند، نه معناش میدانند نه هیچی. هر چی که اون یک کلمه میگوید اینا از قفاش تکرار میکنند با آوازی بلند، هم به دیگرها خلل میرسانند، هم خودشان وقت خود، عمر خود را ضایع کرده ایستاده. این وقت شما به نزدیکی کعبه آمدید. یکی از آداب‌های تیزتر قبول شوی دعا، هنگام دعا روی به قبله آوردن. شما نه فقط روی به طرف قبله میآورید، شما قبله را با چشم خودتان میبینید. روی به قبله کرده دعای طلب خود را با زبان مادریتان، با زبانی که برای شما آسان است. اگر عربی دانید با زبان عربی خوب است، فهمید هر چیزی که میگویید. اگر ندانید با زبان مادری خودتان کدام زبانی هست دعا کنید تا اینکه شما مناجات خود را بفهمید. از الله تعالی طلب و درخواست کنید. دعا در حق خود، در حق پدر و مادر، در حق استاد، در حق فرزندان، همسران، برادران، خواهران، خویشاوندان، عمومی مسلمان ها که امروز مسلمان ها در بلاها گرفتارند. چی بلاهای دینی و دنیوی، در گناه غرق زدند، در بدعت غرق زدند، از دین خود بیخبر ماندند، در زندان ها هستند، بیمار هستند، قرضدار هستند، مشکلی دارند. امروز که شما فرصتی دعا کردن دارید، دعا کنید در حق دیگرها. وقتی که پروردگار را تمام مسلمان ها را گناهش را بخش میگوید، به عدد مسلمان های زنده و مرده ثواب میگیرید، به عدد مسلمان ها. بنابراین چی لازم آن ذکرهایی که نمیفهمید بگذار نفهمید، اگرچه وارد از پیغمبر شده باشد به جان دل، لیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگان دعا را مشروع نکردند. غیری بین دو رکن، از رکن یمانیه تا حجر الاسود، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار را میگفتند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، پروردگارا برای ما در دنیا نیکی را ده. یعنی این عام است، تمام نیکی های دینی و دنیوی را در بر میگیرد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، پروردگار ما برای ما در دنیا نیکی را ده، و فی الاخره حسنه، و در آخرت برای ما نیکی را ده، یعنی جنت را و تمام ناز و نعمت های آن را. و قنا عذاب النار، و ما را از عذاب آتش دوزخ در پناه و عصمتت نگه دار. انا همین دعا وارد شده است از رکن یمانی تا حجر الاسود، بین دو رکن. کعبه یعنی 4 طرف دارد، بین یک طرفش فقط. از طرف رکن یمانی شروع میکنید تا حجر الاسود، یعنی یک طرفش. این 3 طرف یگان دعای مخصوص نامده است. هر دعایی که میخواهید از الله تعالی دعا کنید، با اون دعاها دعا کنید، وقتی خود را ضایع نکنید. یعنی که با تلفن رسم گیری، نوار گرفتن، این کارها خلل دارد در عمره.